من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سوره مبارکه طه هست. ما در سوره کهف و در سوره مریم بیشتر پاسخ شبهات و جواب اشکالات را خواندیم. اعتراضات و اشکالاتی که بود، شبهاتی که بود، پاسخ اونها را خواندیم، جواب اونها را خواندیم. الان در سوره کهف ببخشید در سوره طه می فرماید که بعد از اینکه شبهات پاسخ داده شد، اشکالات جواب داده شد، الان مسئله توحید را به همه برسانید، خوب تبلیغ بکنید، مصائب و مشکلاتی که می آید در این راه مردانه برداشت کنید، مثل مرد تحمل کنید، مثل موسی علیه السلام که در مقابل فرعون و قوم خودش همه مشقت ها را تحمل کرد به خاطر توحید. شما هم تحمل کنید. در سوره طه بیشتر تقریبا از اول تا نزدیک آخر جریان موسی هست و مشکلاتی که بر موسی آمد، سختی هایی که بر موسی آمد. بله، پس این سوره دو موضوع دارید، یکی تشجیع، یکی تحمل مشکلات. تشجیع می فرماید که مثل موسی باشید. الله می فرماید طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى. طه از متشابهات است. ما نازل نکردیم بر تو قرآن را لتشقى، در مشقت واقع بشی. لتشقى لتتعب، تخسته بشی. لفرط تأسفك عليهم وعلى كفرهم، چون که خیلی بر آنان تأسف میخوری ای پیغمبر من، بر کفر آنان افسوس میخوری. لذا ما قرآن را نازل نکردیم تا تو در مشقت بیفتی، تا تو جوش بزنی، تو ناراحت بشی. الا تذکرة لمن یخشی، مگر این قرآن تذکره ای هست، پند و موعظه ای هست برای کسی که بترسد. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، این قرآن نازل شده از جانب آن ذاتی که آفرید زمین را و آسمانهای علا را، آسمانهای برتر را، یعنی الرحمن. نازل شده از جانب ذاتی که رحمان است، مهربان است. اون رحمانی که علی العرش استوى، بر عرش مستوی است، بر عرش قرار گرفته که الله اعلم به مراده، یا کنایه از پادشاهی رحمان است. له ما فی السماوات و ما فی الارض. دو مدعا هستند در این سوره. بعد از هر دو مدعا توحید فی الالوهیت ثابت میشه. اول اینکه تمام تصرفات مال الله،
دوم اینکه تمام علم هم در اختیار الله، پس تصرف و علم مال کسی که باشند معبود هم همون است. له ما فی السماوات و ما فی الارض، الله می فرماید فقط و فقط برای اوست آسمان ها و زمین، و ما بینهما و ما بین آنها مال الله است، و ما تحت الثری و زیر زمین ها هر چی که هست اونها هم در اختیار الله. پس قدرت مال الله. و ان تجهر بالقول، این بیان خواص علمی هست، اون خواص تصرف و قدرت بود. الله می فرماید و ان تجهر بالقول، اگر بلند سخن گویی، فانه یعلم السر و اخفا، اگر بلند سخن بگویی جزا مقدر است. فاعلم ان الله یعلمه، بدان که خدا میداند. چرا؟ چون خدا سر و اخفا را میداند. همانا الله میداند سر آهسته را و اخفا از اون مخفی تر را. الله لا اله الا هو. ببین بعد از تصرف قدرت مطلق لا یزال و علم مطلق ثابت شد که معبود هم همون است. قبلا این مطلب را با تکرار خواندیم. الله لا اله الا هو، الله آن معبودی هست که هیچ معبود لایق پرستش نیست بغیر از او. له الاسماء الحسنى، فقط و فقط برای اوست نامهای زیبا، صفات زیبا. لذا صفات خوب و زیبا مال الله است. و هل اتاک حدیث موسی، آیا پیش شما سخن موسی آمد؟ داستان موسی آمد؟ از داستان موسی خبر داری؟ یعنی چه؟ مسوق لترغیب النبی صلی الله علیه و سلم فی الاعتصاء بموسی. این آیه آورده شده، سوق داده شده برای ترغیب رسول الله در این که تأسی بجوید به موسی، مثل موسی تحمل کند. چرا؟ فی تحمل اعباء النبوة والصبر على مقاصات الخطوب فی تبلیغ احکام الرساله، در خستگی ها و مشقت های نبوت صبر کند و همچنین بر مصائب و حوادثی که اتفاق می افتد تحمل کند در راه تبلیغ رسالت خدا. لذا از اینجا الله تعالی مشکلاتی که بر موسی آمد و مراحل سختی که بر موسی آمد اونها را بیان می فرماید. داستان موسی به تفصیل هست نسبتاً که ما جزئیاتش را خواندیم، به ترجمه انشاءالله اکتفا میشه. اذ رأى نارا فقال لأهله، زمانی که موسی آتش را دید گفت به اهلش امکثوا. ببینید اهل صیغه چی است؟ جمع مخاطب، اهل البیت که اونجا خواندیم در سوره، در آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم و یطهرکم. پس اون کم صیغه جمع به اعتبار چی آمده؟ اهل آمده. اینجا ببین صیغه جمع مذکر است، برای اهل آمده. به اهلش گفت امکثوا انی آنست نارا، شما همین جا بمانید من آتشی دیدم. بعضی میگویند که اهل و عیال موسی در همون شب درد ولادت بچه داشتند، لذا نیازی به آتشی، به روشنی بود که موسی رفت. انی آنست نارا، من آتشی را دیدم، لعلی آتیکم منها بقبس، شاید من بیاورم برای شما شعله‌ای، او اجد علی النار هدا، یا بر آتش کسی را که راهنمایی کند راهنمایی ببینم. فلما اتاها نودی یا موسی، زمانی که پیش آن آمد، پیش آن نور و آتش آمد، نودی یا موسی، ندا برآمد که ای موسی انی انا ربک فاخلعنا علیک،
من کسی که متکلم هستم بلا کیف، من ربت هستم. فاخلع علیک، ای موسی کفشایت را و نعلینت را در بیار. انک بالوادی المقدس طوى، امانا تو در وادی مقدس طوى هستی، نام وادی هست. و انا اخترتک، و اینکه من تو را انتخاب کردم، اختیار کردم برای رسالتم. ای موسی فاستمع لما یوحى، گوش کن آنچه که وحی می شود به سوی تو. اننی، اصل اول رسالت است، انا اخترتک. اصل دوم توحید است، اننی انا الله. اننی انا الله، معنا من الله هستم. لا اله الا انا فاعبدنی، هیچ معبودی بغیر از من نیست، پس فقط مرا عبادت کن. و اقم الصلاة لذکری، و نماز را برای یاد من برپا بدار، من غیر شریکی نباشد، فقط برای من بخوان. خب دو اصل خواندیم، اصل رسالت، اصل توحید. این اصل سوم است، معاد، قیامت. اصول دین چند تا هستند؟ سه تا. هر سه اصل اینجا بیان شد. ان الساعة آتیه، همان قیامت می آید. کی می آید؟ خدایا تاریخش کی است؟ الله می فرماید تاریخش را نمی داند کسی، من نمی گویم، مخفی گذاشتم. اکاد اخفیها، نزدیک است که او را من مخفی کنم. مخفی کنم از کی؟ بعضی گفتم من جمیع الخلق، از همه مخلوقات. بعضی گفتم اکاد اخفیها ای من نفسی، حتی از خودم. به چه معنی خدا از خودش مخفی میکنم؟ ببین این یک اصطلاحی هست در زبان عربی. یک حرفی که خیلی راز باشد، طرف نخواد به کسی بگوید، میگه این اینقدر باید مخفی بماند که حتی من میخواستم خودم هم ندونم. اصطلاح است نه؟ یعنی نباید کسی بداند، من میخواستم خودم هم ندانم. اکاد اخفیها ای اکاد اخفیها من نفسی فکیف یعلمها مخلوق و کیف اظهرها لکم. نزدیک بود من از خودم مخفی بکنم، پس چطور ممکن است که مخلوقی بداند که قیامت کی هست و چگونه برای شما ظاهر بکنم؟ تفسیر خازن. خب پس این ساعت آتیه، قیامت میاد، نزدیک بود من اون قیامت را از خودم هم مخفی کنم یا از جمیع خلق. تفسیر اول بود. خب غرض قیامت چیه؟ هدف اون روز چرا برپا میشه؟ الله می فرماید لتجزا کل نفس بما تسعى، تا پاداش داده بشه هر نفسی آنچه که سعی کرده. فلا یصدنک عنها من لا یؤمن بها، هرگز باز ندارد تو را از آن قیامت هر کسی که ایمان به آن ندارد. و تبع هواه، آن کسی که پیرو هوا و خواهشات شده. فتردا ای فتهلک، هلاک شد، هر نابود شد. به دلیل چی؟ بی فکری، به دلیل انکار. خلاصه الله تعالی درباره قیامت هم به موسی گفت، هم رسالت، هم توحید، هم قیامت. فلا یصدنک و ما تلک بیمینک. الان بیان معجزات، بعد از اینکه رسالت به موسی رسید الان خداوند معجزات بهش میده. و ما تلک بیمینک یا موسی، در دستت چی است ای موسی؟ قال هی عصای، موسی میگه این عصای من هست. اتوکأ علیها، منافع عصا، من بر آن عصا تکیه میدهم. و اهش بها، و برگ میریزم به وسیله آن. علی غنمی، بر گوسفندانم، یعنی به وسیله عصا به درختان میزنم، برگ ها میریزن. ولی فیها معارب اخرى، و برای من در این عصا منافع دیگه هست، منافع دیگری هم خیلی فایده داره برای من. قال القها یا موسی، معجزه اول، بینداز آن را ای موسی. فالقاها، انداخت. فاذا هی حیه تسعى، در این هنگام حیه بود. حیه قبلا خواندیم مار کوچک را میگن، مار
لاغر میگن، گرچه اون ثعبان بود، اژدها بود، اما از نظر ظاهر مثل حیه بود، مثل مال کوچکی بود، از بس که فرز و تیز میرفت. موسی ترسید. قال خذها ولا تخف، بگیر آن را موسی و نترس، سنعیدها سیرتها الاولی، ان قریب آن را ما برمیگردانیم به حالت اولش. موسی علیه السلام گرفت حالت اول، عصا شد. واضمم یدک الی جناحک، بچسبان با خود، منظم کن، بچسبان دستت را به جناحت یعنی زیر بغلت. تخرج بیضاء من غیر سوء، بیضاء خارج میشه درخشنده بدون اینکه سوئی باشد، بدون اینکه عیبی باشد. آیتا اخرى، یعنی این آیه دیگری هست، این نشانیه دیگری هست برای نبوتت. لنریک من آیاتنا الکبری، این آیات را بگیر تا نشان بدهیم به تو از آیات کبرای من. منظور از آیات کبرا چیه؟ هلاکت و غرق فرعونیان است و آیات دیگر و نشانات دیگر که بر فرعونیان عذابهای مختلف شما خواندید آمدن. اذهب الى فرعون انه طغى، برو به سوی فرعون، همانا اون طغیانگر است، اون سرکش است. در مقابل سرکشیش بیست دعوتش بده. موسی علیه السلام بعد از اینکه رسالت بهش رسید، مأموریت بهش رسید از طرف الله عزوجل، چند معروض ذکر کرد، 5 چیز خواست از الله عزوجل. معروض اول، قال رب اشرح لی صدری، بار الها شرح صدر به من عنایت کن، یعنی سینه‌ام را باز کن. و یسر لی امری، عرض دوم، امر من را برای من آسان کن، یعنی این رسالت کار سنگینی هست، خدای تو برای من آسان کن این مأموریت من را. سوم، واحلل عقدة من لسانی، گرهی که هست باز کن از زبانم. خواندیم که این لکنت و این گره برای چی بود؟ میگویند که وقتی که موسی علیه السلام طفل بود، کوچک بود و در خانه فرعون بود، آسیه مشغول بود با موسی. یه روز فرعون آمد، در همون ابتدا موسی را به بغل گرفت، به آغوش گرفت. موسی علیه السلام اونطور که طفل بود یک سیلی محکمی به فرعون زد و ریشش را کشید، چنان زد که فرعون احساس کرد این طفل با من مشکل داره. به آسیه گفت ببین این همون دشمن من است، زد تو چشمش و این باید اینو بکشم. آسیه داد و فریاد کرد، گفت این بچه ای هست که این فرق طلا و آتش را نمیداند، تو این بچه را میکشی؟ گفت آزمایش میکنم. چطور نمیداند؟ یک سینی به اصطلاح توش زیورالات گذاشت و یک سینی دیگه توش زغال گذاشت، آتش گذاشت، جلوی موسی گذاشت. موسی دستش را، تو تفسیرها اینطور نوشته، دستش را به طرف طلاها برد، اما جبرائیل امین دستش را برد به طرف اخگرها، آتشها، زغالها. یکی برداشت و دستش سوخت، زود تو دهنش گذاشت، زبانش سوخت. از اونجا این عیب پیدا شد، لکنت. الان موسی علیه السلام از پروردگار میخواد اون لکنتش برطرف بشه. واحلل عقدة من لسانی، اون عقده و گریهی که به زبان من است، از زبان من بردار. یفقهوا قولی، تا که قول من و سخن من را بفهمند. این 3 تا معروض شد. معروض چهارم، واجعل لی وزیرا من اهلی، بار الها وزیری را، نائبی را از اهل من قرار بده. هارون اخی، یعنی هارون که برادر من است. اشدد بهی ازری، ببند به وسیله اون ازر من. ازری 2 معنا داره، یکی ازر به معنای قوت است، یعنی به وسیله اون مرا قوی بگردان، قوت من را محکمتر بکن. یکی ازر به معنی زهر است، پشت.
اشتد بهی ازری ای زهری ای قو بهی زهری. قرطبی نوشته پشت من را قوی بکن به وسیله هارون، یعنی پشتی داشته باشم. چرا؟ و اشرکه فی امری، این معروض پنجم، نه تنها همراه بشه بلکه رسالت هم بهش بده، پیغمبر باشه، نبی بشه. بله. کی نسبحک کثیرا و نذکرک کثیرا، تا که ما دو نفر باشیم به کثرت تو را تسبیح بگوییم، تو را یاد کنیم، و نذکرک کثیرا، تو را ذکر کنیم زیاد. گفتند که به وقت تبلیغ مراد است که یکی تبلیغ میکنه، یکی دیگه تسبیح میگوید، خدا را یاد میکند. در وسط تبلیغ، در میان رسالت، علامه آلوسی نوشته المراد ما یکون منها فی تضاعیف اداء الرسالات، مراد اون چیزی هست که در لابلای اداء رسالت ما انجام بدیم پروردگارا. و زمانی که ما متمردین و سرکشان را دعوت میکنیم با ذکر تو، با یاد تو، یکی اگر صحبت میکنه یکی دیگه یاد کند تو را. انک کنت بنا بصیرا، بار اله تو بما بینا هستی، تو از ما خبرداری. اجابت الهی، 5 چیز خواست موسی، هر 5 تا اجابت شد. قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، به تو داده شد سؤل تو، سؤال تو. اینجا مصدر سؤال به معنی مفعول است. ای مسئولک یا موسی، آنچه که سؤال کردی، آنچه که خواستی، خواسته ها داده شد ای موسی. ولقد مننا علیک مرة اخرى، ای موسی ما تنها در این نبوت دادن به تو احسان نکردیم، ما قبلا هم به تو احسان کردیم، بار دیگر. اون تشریح نعمت و تشریح منت اولی هست که اینو هم شما خواندید، این داستان را که موسی را خدا چطور نجات داد. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، زمانی که ما الهام کردیم، یعنی در دل مادرت انداختیم آنچه که وحی میشد، آنچه که الهام میشد. ان اقذفیه فی التابوت، اینکه بینداز قرار بده موسی را در تابوت، در صندوقچه. فاقذفیه فی الیم، اون تابوت را بینداز در دریا. فلیلقه الیم بالساحل، باید که او را بیندازد دریا در ساحل، اون را بیندازد. و نتیجه این میشه که یأخذه عدو لی و عدو الله، او را میگیرد دشمن من و دشمن او، یعنی فرعون او را از تو آب بر میدارد. و القیت علیک محبتا منی، ای موسی من بر تو محبتی از جانب خودم انداختم. محبت عجیبی، دوست داشتنی بود موسی. میگویند وقتی که اطرافیان فرعون او را از آب گرفتند و پیش فرعون بردند، همه اونهایی که به غیر از خود فرعون، همه اونهایی که تو اون کاخ بودند، یک نوع محبت عجیبی با موسی داشتند، به دل می نشست. لذا ولتصنع علی عینی، این محبت به خاطر این بود که تصنع یعنی ساخته بشی، منظور تربیت بشی، بزرگ بشی، علی عینی بر حفاظت من، اونی که من خدا برای برنامه ریزی کردم برای نگهداریت، همه دوست داشته باشن، خوب ازت نگهداری کنن. و همچنین انعام دوم را یاد کن، وقتی که کوچک بوده به دست اونها افتادی، محبوب همه اونها قرار گرفتی، اما شیر نمی خوردی و از زنها پستان قبول نمی کردی، سینه قبول نمی کردی، تا که خواهرت آمد و پیشنهاد داد به طرف مادرت که زنی هست شاید شیر او را بگیرد. به این صورت ما تو را برگرداندیم پیش مادرت. اذ تمشی اختک، زمانی که خواهرت میرفت، فتقول هل ادلکم علی من یکفلو، آیا راهنمایی کنم شما را بر کسی که این را کفالت کند، بر کسی که این را به عهده بگیرد، سرپرستیش را. لذا ای موسی فرجعناک الی امک کی تقر عینها، ما تو را برگرداندیم به مادرت تا که چشمش خنک بشه با دیدن تو، به رؤیتک بنویس. ولا تحزنا،
و همچنین به خاطر اینکه مادرت غمگین نشه، علی فراقک بنویس، بر فراقت غمگین نشه. و قتلت نفسا، و ای موسی منت دیگر، احسان سوم، نعمت سوم، ای موسی کشتی نفسی را، انسانی را، فنجیناک من الغم، ما تو را از اون مصیبت، از اون غم نجات دادیم. و فتناک فتونا، ما آزمودیم تو را آزمایشی. فلبثت سنین فی اهل مدین، ای موسی چندین سال ماندی بر اهل مدین، 10 سال اونجا ماندی پیش شعیب نبی. ثم جئت علی قدر یا موسی، سپس بر یک اندازه اینجا آمدی. علی قدر یعنی برای تقدیری. چطور؟ که خدای عزوجل سرگردانت کرد، راه را گم کردی، اینجا آمدی چشمت به این نور افتاد. این بر اساس تقدیری اینجا آمدی ای موسی. برای چی آمدی؟ برای این که واصطنعتک لنفسی، من تو را برای خودم ساختم ای موسی، تو مال من، مخصوص من، که برای من ادای رسالت کن. اذهب انت و اخوک بآیاتی، لذا ای موسی تو و برادرت با آیات من بروید. ولا تنیا فی ذکری، سبحان الله، به پیغمبر الله تأکید می کند. ای موسی سستی نکنید شما دوتا، ضعف نکنید در یاد من. هرچی بیشتر به یاد الله باشیم بهتر میتونیم انجام وظیفه بکنیم. لذا ولا تنیا فی ذکری، بعضی گفتن در خلوت، و بعضی گفتن نه خلوت و نه تبلیغ، تنها بودید هم ضعیف نشید، وقتی که تبلیغ میکردید هم از یاد من، در یاد من سستی نکنید. اذهبا الی فرعون انه طغى، بروید شما دوتا به سوی فرعون، همانا اون طغیان کرده، سرکشی کرده. فقولا له قولا لینا، بگوید به او سخن نرمی. لعله یتذکر او یخشا، شاید او پند بگیرد یا بترسد. این ترغیب است. یتذکر قبلا ما خواندیم، یتذکر درجه اعلی هست، یخشا درجه ادنا هست. یکی اینه که شما تبلیغ میکنید، طرف میترسد، باز میآید از شرک، فقط دیگه شرک نمی کند، این یخشا هست، ادناترش. دومی که نه، اون تذکر میگیره، هم باز میاد، هم به طرف عبادت، به طرف توحید، به طرف یکتاپرستی میاد. لذا یکی از این دوتا، یا فرعون تذکر بگیرد، از کفر دست بکشد بیاد به طرف ایمان، یا اینکه حداقل بترسد از کفر و شرک و ظلمش دست بکشد. خب الان معروض هر دو پیغمبر. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا، بار اله ما میترسیم اینکه ان يفرط علينا، اینکه بر ما افراط کند، او ان یطغى، یا اینکه طغیان کند. افراط کند و طغیان کند یعنی چه؟ یکی ان یفرط علینا گفتند امام رازی که زیاده روی کند، یعنی اصلا سخن ما را گوش نکند، اون وقت رسالت به او نمی رسد. او ان یطغى، طغیان کند، سرکشی بکند، به ان یقتلنا، ما را بکشد بدون اینکه حرفی بشنود. لذا این دغدغه هست، چیکار کنیم خدایا؟ الله تعالی اطمینان داد، نه دستشو به شما نمیرسه. لذا قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا، بار اله ما میترسیم که آنها زیادتی کنند بر ما، کلام ما را نشنوند. او ان یطغى، طغیان کنند، ما را از بین ببرند، از پای درآورند. قال لا تخافا، الله فرمود شما دو نترسید، اننی معکما اسمع و ارا، همانا من رب با شما هستم، میشنوم و میبینم چیکار میکنند. فاتیاه، بیایید پیش فرعون، فقولا، به او بگویید انا رسول ربک، همانا ما فرستاده ربت هستیم ما هر دو. فارسل معنا بنی اسرائیل، هم عقیدت را اصلاح کن، هم عملت را، این اصلاح عمل است. بفرست با ما بنی اسرائیل را آزاد کن
تا برند به ملکشان. ولا تعذبهم آنان را این گونه شکنجه نده. قد جئناک بآیت من ربک، ما آیه و نشانی آوردیم از جانب پروردگار. والسلام علی من اتبع الهدى، این ترغیب از سلامتی بر اون انسانی که پیرو هدایت است. لذا ای فرعون بیا پیرو هدایت باش، بیا از خدا حرف شنوی داشته باش. انا قد اوحی الینا، اون ترغیب بود. والسلام علی من اتبع الهدى، این ترهیب است. ما تو را از عذاب خدا بیم میدیم. انا قد اوحی الینا، همانا وحی شده بسوی ما ای فرعون. ان العذاب علی من کذب و تولا، این که همانا عذاب بر کسی هست که تکذیب کند آیات الهی را و پشت بدهد. وقتی که پیش فرعون آمدن، فرعون میخواست اطمینان بیشتر پیدا بکنه، یعنی واقعا اینها را مرا به عنوان رب قبول نمی کنند. قال فمن ربكما یا موسی، ای موسی رب شما دو نفر کی هست؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء، رب ما تو نیستی، آن ذاتی هست که اعطا کل شیء، هر چیز را داده به بندگان خودش. خلقه به خلق خودش، ثم هدا، سپس مردم را راهنمایی کرده به وسیله انبیا، به وسیله رسالت. خب فرعون از اینجا چیزی گیرش نیامد. قال فما بال القرون الاولى، حال قرون گذشته چی هست؟ انسانهایی که قبلا مردند، که شاید موسی بگه اونها همه در جهنمند، اون وقت به قومش بگه ببینیم پدران شما را چی میگه. اما موسی قال علمها عند ربی فی کتاب، علم آنان نزد رب من هست در نامه اعمال، در نامه اعمالشان پیش خدا محفوظه. علم آنها نسبت به اونها، یعنی من نمیدونم. لا یضل ربی ولا ینسى، رب من چیزی را گم نمی کند و فراموش هم نمی کند. کدام رب؟ این ادخال الهی هست. الله تعالی رب را بیشتر توضیح میده. الذي جعل لكم الارض مهدا، آن ربی که این زمین را برای شما گهواره قرار داد. و سلک لكم فیها سبلا، و برد شما را در این خشکی، در این زمین برای شما پیمود و برد راهایی. و انزل من السماء ماء، راهایی در زمین پیدا کرد و از آسمان آب نازل کرد. یعنی اون ذاتی که همه این قدرت ها را دارد، اون رب هست. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، اینجا التفات است. قبلا صیغه غائب بود، الان التفات از غائب به سوی چی؟ متکلم خوابید. التفات از غائب به متکلم. فاخرجنا، ما بیرون کردیم به وسیله آن آب، ازواجا من نبات شتا، انواعی از نباتات مختلف برای شما انسان ها، هم خودتون بخورید از این سبزیجات، اونی که برای شما انسان هاست، هم چارپایانتان را بچرانید. کلوا ورعوا انعامکم، بخورید و بچرانید انعام و چارپایانتان را. ان فی ذلک لآیات لأولی النهی، همانا در همه اینها آیات و نشانات هست، یکی نه، آیات متعدد. اما لأولی النهی، برای مستفیدین، اونایی که استفاده میکنن. اولی النهی یعنی اولو الالباب، برای اولی العقول، صاحبان عقل، صاحبان درک، برای اونها آیات است. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى، از همین زمین ما شما را پیدا کردیم، از همین زمینی که الان سبزیجات را پیدا میکنیم، و در همین زمین بعد از موت شما را ما اعاده میکنیم، دوباره شما تبدیل به خاک میشید. و منها نخرجکم تارة اخرى، از همین زمین ما بیرون میکنیم شما را بار دیگر.
علی ای حال این در وسط جمله معترضه بود، تنویر الهی بود و ادخال الهی بود برای اینکه رب را توضیح داد. عند ربی الذی جعل لكم تا اینجا بود. خب ادامه داستان موسی و فرعون، الله می فرماید ولقد اریناه آیاتنا کلها، ما فرعون را نشان دادیم همه آیاتمون را، اما این بدبخت بدنصیب فکذب و ابا، کذب تکذیب کرد معجزات را یا دلائل توحید را، چون هم معجزه موسی نشان داد هم دلائل توحید گفت، تکذیب کرد و ابا عن قبول الحق، انکار کرد. خب ما چی را بهش نشان دادیم؟ مختلف است اینجا اقوال علما. بعضی گفتن المعجزات الداله علی نبوت موسی، این که ما نشان دادیم معجزاتی که دلالت میکردن بر نبوت و پیامبری موسی. بعضی دیگه گفتن دومین قول حجج مراد هستند، دلائل، و قیل حجج لله، حجج الله الداله علی توحیده، حجت های الهی که دلالت بر توحید خدا میکنند. فکذب و ابا، تکذیب کرد و انکار کرد، ای لم یؤمن، ایمان نیاورد. و هذا يدل على انه کفر عنادا، این آیات دلالت میکنند بر اینکه فرعون کفر کرد از روی عناد و ضد، لانه رأى الآیات عیانا لا خبرا، آیات را با چشم دید، عیان دید، به صورت خبر نبود، ولی کفر کرد. الله می فرماید همه آیات را ما نشان دادیم، همه معجزات را نشان دادیم، تکذیب کرد و انکار کرد. تکذیب و انکار بماند موسی را متهم به جادوگری کرد. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسی، آیا آمدی تا که ما را بیرون کنی به وسیله جادویت از سرزمین ما؟ ای موسی، همین تعصب وطنی ایجاد کردن این شیوه هست، شیوه متمردان است. فلنأتینک بسحر مثله، حتما ما می آوریم جادوی مثل جادوی تو. فاجعل بیننا و بینک، قرار بده بین ما و بین خودت، موعدا، وعده میعادی که لا نخلفه، ما خلف اون وعده نکنیم، نحن ولا انت، نما و نتو، مکانا سوا، در یک میدان صافی، در یک میدان واضحی که همه مردم جمع بشن. موسی علیه السلام گفت قال موعدکم یوم الزینه، موعد شما، وعده شما روز جشن شماست، روز زینت و عید شماست. و ان یحشر الناس ضحا، و وعده من این است که مردم جمع بشوند به وقت ضحا، به وقت چاشت به اصطلاح ضحا. فتولى فرعون فجمع کیده ثم اتا، فرعون برگشت، فجمع کیده، جمع کرد تمام توطئه و مکرش را، ثم اتا، سپس اتا بالموعد، یعنی همه برنامه ریزی لازم را برای خودش کرد در اون موعد، در اون میدان که وعده کرده بود اونجا آمد. بله اونجا آمد برای مبارزه با جادوگران. قال لهم موسی ویلکم، موسی علیه السلام قبل از مبارزه تبلیغ کرد. سبحان الله، پیغمبر خیرخواه است، مخالفینش را هم نمیخواهد که به عناد بیفتند، اول اونها را تبلیغ کرد. ویلکم، ویل بر شما، هلاکت بر شما، لا تفتروا علی الله کذبا، بر الله افتراء دروغ نگویید، بالشرک یعنی شرک نکنید. فیسحتکم بعذاب، الله شما را نابود می کند، شما را از بین می برد به عذاب. و قد خاب من افترا، همانا در خساره و در زیان افتاده
اون انسانی که افترا بگوید به اعتبار نتیجه. فتنازعوا امرهم بینهم، الله می فرماید آنان در امر خودشان با هم درگیر شدند. و اسر النجوا، مخفی کردند نجوا را، یعنی سرگوشی ها را، جلسات خصوصی را. ببینید موسی علیه السلام وقتی که تبلیغ کرد اونها را، در همین زمان بعضی جادوگران متأثر شدند. با هم که نشستند، یک گروه گفت که درگیر نشیم، مبارزه نکنیم، از آثار معلوم است که این جادوگر نیست، این پیغمبر خداست، برای ما مشکل میشه. اما بقیه ناراحت شدن، گفتن که نه ما درگیر میشیم، اینا جادوگرند و اونها را از فرعون ترسانیدند. گفتش فرعون شما را تکه تکه میکند اگه شما عقب نشینی بکنید. لذا معلوم میشه بعضی از جادوگران هم از این آیه هم از آیه بعدی که به فرعون میگه و ما اکرهتنا علیه من السحر، تو ما را مجبور کردی. معلوم میشه که بعضی از این جادوگران که آمدند و با موسی مبارزه کردند، این مبارزه اونها تحمیلی بود، دل بخواهی نبود، اونها علاقمند نبودند. لذا قبل از مبارزه فتنازعوا امرهم، بین خودشان نزاع کردند. و اسر النجوا، اون حرفای خصوصی را مخفی کردند که چی گفتن. لذا بقیه چی گفتن؟ قالوا ان هذان لساحران، گفتن اینها دو تا جادوگر هستند. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم، اینها میخوان شما را بیرون کنن از سرزمین شما، به سحرهما، با جادوی شما، با جادوی خودشان. و یذهبا بطریقتکم المثلا، از بین ببرند طریقه و روش نمونه شما را، روشی که نمونه هست او را از بین ببرند، روش نوین بیاورند. فاجمعوا کیدکم، شما جمع کنید تمام تدبیرتان را. ثم اتوا صفا، سپس صف بسته بیایید، صف بسته در این میدان بیایید، یک به یک جادوی خودتون را عرضه کنید. و قد افلح اليوم من استعلا، امروز رستگار کسی هست که استعلا، پیروز بشه، پیروز میدان بشه، موفق بشه. اون انسان دیگه تاجی به سرش میخوره. لذا کیفیت مبارزه آمد. موسی را گفت موسی چیکار میکنی؟ اول شما یا ما؟ قالوا یا موسی اما ان تلقی، ای موسی یا شما می اندازی. همین ادب بود. قبلا خدمت شما هم عرض کردم، اینجا عبارت کوتاه قرطبی را عرض میکنم که تأدبوا مع موسی، ادب را لحاظ کردم با موسی. فکان ذلك سبب ایمانهم، سبب ایمانشان همین ادب بود. سبب ایمانشان چی بود؟ همین ادب بود. لذا قالوا یا موسی اما ان تلقیا، ای موسی یا می اندازی شما، و اما ان نکون اول من القا، یا ما باشیم اولین کسی که می اندازد عصایش خودش را. قال بل القوا، موسی به آنان گفت شما اول بیاندازید. فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم، الله می فرماید در این هنگام ریسمان های اونها و عصاهای اونها تخیل می شد از آنها، از جادویشان، که انها تسعی، همه می دوند، همه حرکت می کنند. فاوجس فی نفسه خیفة موسی، موسی در دل احساس کرد از اونها خوف، یک مقداری از جادویشان متأثر شد. الله می فرماید قلنا لا تخف انک انت الاعلی، ما گفتیم موسی نترس، تو پیروز هستی، پیروز میدان. و الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا، بیانداز آنچه که در دستت هست، می بلعد هر آنچه که اونها درست کردند. انما صنعوا کید ساحر،
اونها درست کردن مکر جادوگر را، یعنی جادوی آوردن. ولا یفلح الساحر حیث اتا، جنس جادوگر رستگار نمیشه هر جا بیاد. لذا اینا شکست میخورن، نترس. بله اینجا به هر حال وقتی که موسی علیه السلام انداخت، اینجا اندماج است، بقیه ذکر نشده. موسی انداخت، تبدیل شد عصای موسی به اژدهای بزرگتری از اونها و شروع کرد دهن را باز کرد، همه را بلعید، همه اژدها را. بعد موسی عصا را به دست گرفت، عصا به همون حالت اولی در آمد، بزرگتر هم نشد. این همه اژدها و عصاها کجا رفتند؟ دیگه بلعید، حجمش بزرگتر هم نشد. اینجا بود که جادوگران متوجه شدند. فالقی السحرة، انداخته شدند جادوگران، یعنی توفیقی از طرف رب نصیبشان شد. قالوا آمنا برب هارون و موسی، ما ایمان آوردیم به رب هارون و موسی. قال آمنتم، حیله فرعون، نقشه دیگر، مکر. ایمان آوردی قبل ان آذن لكم، قبل از اینکه من به شما اجازه بدهم. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، همانا موسی استاد شماست، بزرگ شماست که به شما جادو نشان داده. فلأقطعن ایدیکم و ارجلکم، من حتما قطع میکنم دست پای شما را من خلاف برعکس. ولا اصلبنکم فی جذوع النخل، حتما شما را بدار میزنم در تنه درخت، تنه نخل خرما. ولا تعلمن اینا اشد عذابا و ابقا، شما حتما میدانید کدام یک از ما عذابش سخت‌تر است و باقی ماندتر است. آیا من یا شما؟ فرعون اونها را تهدید میکنند. اما سبحان الله، جادوگرانی که تا 2 ساعت پیش دنبال اجر بودند، این لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، این جادوگران میگن لن نؤثرک، قالوا لن نؤثرک، ای فرعون ما هرگز تو را ترجیح نمیدیم، ای لن نختارک علی ما جاءنا من البینات، بر بیناتی که پیش ما آمده، دلائلی که آمده. و بعد والذی فطرنا، اینجا چطور زود رب را شناختن. قبلا گفتم به عزت فرعون، نه خدا فرعون بود، به عزت فرعون سوگند خوردن. اینجا میگوین والذی فطرنا فقضی، قسم به آن ذاتی که مرا آفرید. فقضی یعنی قضاوت کن، داوری کن، انجام بده. ما انت قاض، تو داور نیستی، تو انجام دهنده نیستی. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو فیصله میکنی در همین زندگی دنیا. اما ما انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، ما ایمان آوردیم به پروردگارمان، لیغفر لنا خطایانا، تاکه خطاهای ما را ببخشد. و ما اکرهتنا علیه من السحر، و تاکه اون جادویی که تو ما را وادار کردی او را ببخشد. ببینید جادویی که ما را وادار کردی، اینجا 2 قول گفتم. بعضی گفتن اینا بنی اسرائیلی هایی بودند که فرعون 40 نفر از بچه ها، نوجوان های زرنگشون را تحویل جادوگران داده بود که برای آینده ملک مصر اینا جادوگران ماهری بشن. لذا اینها دلشون نمیخواست، اینها را بالاجبار میبردند هر روز جادو یاد بگیرند. و ما اکرهتنا علیه من السحر، به همین دلالت میکند، به همین اشاره دارد. این یک قول. قول دوم اینه که نه، و ما اکرهتنا علیه من السحر، الان ما خواندیم جادوگران با هم اختلاف کردن. یک گروه گفت نباید با این مبارزه بکنیم، اما بقیه از فرعون ترسیدند، گفتن نه اگر این کار را بکنید فرعون ما را تکه تکه میکند. پس مجبور شدند که مبارزه کنند. لذا به فرعون میگن این که ما را مجبور کردی بر آن از جادو در مقابل موسی،
ما امیدواریم خدا ما را ببخشد که تو ما را مجبور کردی. والله خیر و ابقا. ای فرعون الله از تو بهتر است. الله بهتر است یعنی در ذات و صفات، و ابقا باقی مانده تر است در ثواب و عقاب. ثواب پیش او هم میماند، عذاب پیش او هم میماند. این ادخال الهی است. انه من یأت ربه مجرما فان له جهنم. همانا شان این است هر کسی که پیش پروردگار به صورت مجرم بیاید برای او جهنم است. لا یموت فیها ولا یحیا. نمی میرد در آن جهنم ولا یحیا، و نه زندگی خوبی دارد. یحیا یعنی منظور چی است؟ حیاتی که درد بخور باشد، فقط شکنجه است. و من یأته مؤمنا. هر کسی که به دربار الله با ایمان بیاد، تنها ایمانم کافی نیست، قد عمل الصالحات، در حالی که عمل صالح انجام داده، فاولئک لهم الدرجات العلی. برای این انسان ها درجات عالیه هست. اون درجات عالیه چیه؟ جنات عدن، جنات جاودانه، تجری من تحتها الانهار. از زیر درختان اون جنات نهرها جاری است، خالدین فیها، همیشه در آن جنات میمانند. و ذلک جزاء من تزکا. این پاداش کسی هست که تزکا، پاک بکند خودش را از شرک، از کفر، دور بکند خودش را از گناه و از معصیت. صدق الله. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين، جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين، أسمى المعاني في السطور، نسمو بها دنيا ودين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، في حفظه تحلو الأمور، ما خاب من يرجو المعين، نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين، بدلائل النور